خدا، من سلام عرض میکنم خدمت شما فوتبال دوستان عزیز و گرامی و آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم. امروز جمعه است، ما در 4مین روز از ماه مرداد 1384 و در آغوش یک هوای تابستانی حدوداً 35 درجه بالای صفر قرار داریم و قصد داریم تا یکی دیگه از بازی‌های جام بسیج صوت آغاز بازی به صدا در میاد. بازی بین دو تیم بسیج سنخاس و بسیج اندوغان رو داریم با قدوت عباس شریعتی، قربانی علی داوری، رضای مرتضوی، امین محمد رضا داوری و مهدی اکرمی هم که در اون دروازه قرار داره. خب در تیم بسیج اندوغان رحیمی به عنوان دروازه‌بان حضور داره، امین رحیمی، احمد جعفرزاده و رستگاری از سایر بازیکنان تیم هستن. رستگاری صاحب توپ هست از تیم بسیج اندوغان برای اصغری، خود رستگاری، جعفرزاده، احمد جعفرزاده، رستگاری، یه ضربه از رستگاری و توپی که کم مونده بود گل اول این تیم به سمت از رحیمی به روی دروازه که مهدی اکرمی اونجا توپو میگیره. رضای مرتضوی از سمت راست با توپ حرکت میکنه، مزاحمش بود اونجا اصغری و توپ بیرون رفت. محمد یوسف رحیمی برای یه رحیمی دیگه که علی قربانی توپو میگیره. اصغری موقعیت خوبیه برای بازیکن بسیج اندوغان. رستگاری یه ضربه، علی قربانی از پیش رو برمی‌داره، یه ضربه محکم و دومین باری است که توپ به اصغری، رستگاری، جعفرزاده، اصغری مجدد جرتاب توپو بزنه اونجا. امین از پیش رو برمی‌داره، یه ضربه از محمد رضا داوری در اونجا موقعیت برای رضای مرتضوی، می‌خواست حرکتی نمایشی گل به ثمر برسونه، ناموفق بود. محمود روانبخش از سمت چپ میداده برای اصغری، عابدی یه ضربه کمجون دار میگیره. رستگاری یه ضربه از رستگاری و باز هم به کورنر میفرسته توپو. باد شدیدی هم به ورزشگاه حکم فرما شده. اصغری، روانبخش از ضربه بعد بازیکن بسیج اندوغان یه ضربه آروم از چرای علی داوری رو مشاهده میکنین که با دوران اوجش خیلی فاصله گرفته. یه وقتی تو تیم کاوه یه مدافع نامبر وان محسوب میشد علی داوری. سابقه بازی در تیم‌های متین، فرهنگ و یه مدتی هم توی تیم بیرجندی بازی میکرد. بازیکن خوبی علی داوری. خب بی‌شباهت هم نیست به محمد پنجلی، بازیکن سالهای دور تیم‌های ملی ایران و تیم پرسپولیس. مرتضوی، رضا مرتضوی موقعیت برای محمد رضا داوری، میتونه ضربه‌شو بزنه. توپی که اصغری با توپ کار میکنه در جعفرزاده، در موقعیت خوب جعفرزاده حالا موقعیت هست برای اصغری، خطا از علی داوری اونجا کاملا راه دور و گل برای تیم بسیج اندوغان و ضربه‌ای که اصغری به ثمر رسوند. حالا معلوم نیست به چی معترض اونجا مهدی اکرمی. انگار مهدی اکرمی میگه تو از کنار وارد دروازه شده. روانبخش تو به نگه میداره، روانبخش برای اصغری، عابدی موقعیتی خوب، روانبخش و توپی که وارد دروازه میشه. گل دومو به نام روانبخش ثبت می‌کنه. رضا مرتضوی رو مشاهده میکنید که سابقه بازی در تیم‌های فرهنگ و بسیج رو هم داره و یه مدتی تو تیم شهرداری مشهد هم بازی میکرد که تیم دسته دومی بود. عابدی میداده برای روانبخش، محمود روانبخش در اونجا اصغری صاحب توپه، میتونه ضربه‌شو بزنه. روانبخش یه ضربه است. در نیمه دوم هم شروع شده. جعفرزاده از تیم بسیج اندوغان بود که رستگاری رو، جعفرزاده، مهدی اکرمی ضربه. به بازی برگردیم جایی که اصغری صاحب توپ هست.
حالا روان بخش علی قربانی را از پیش رو بر میداره. فرصت برای رحیمی، یه ضربه از روان بخش در اختیار محمد داوری قرار میگیره. جعفرزاده شرفان اصغری، از هم عابدی، یه ضربه از عابدی و توی دروازه. محمد داوری فکر نمی‌کرد این گل بخوره. رضا مرتضوی، یه ضربه از رضا مرتضوی، دوباره رضا مرتضوی در ریبان هم می‌خواست ضربه بزنی داره برای رضا مرتضوی. یه ضربه از راه دور که با پا اکرمی آروم با تو حرکت میکنه. رضا مرتضوی و ضربه‌ای که باز هم داوری. مرتضوی یه ضربه از مرتضوی برای چندمین. خب سوت پایان بازی به صدا اومد با گل‌هایی که اصغری، روان بخش و عابدی برای تیم بسیج اندوقان زدن. تیم بسیج اندوقان 3-0 برد. من تا اینجا بعدی هم شما رو با خداوند فندان می‌سپارم.